چرا ما دعوتگران گاهی اوقات بندگان الله نصیحت میکنیم، برایشان صحبت میکنیم، سخنرانی میکنیم، موعظه میکنیم، چرا تأثیر نمیکند؟ چرا برای یک مسلمان میگوییم چشم چرانی نکن، غیبت نکن، تهمت نکن، بهتان و افترا مبند، اینا رو همه میگوییم ما تأثیر ندارد. چرا؟ چون این که خودمان عمل نمی کنیم، خودمان در راستای تقوا برابر نیستیم. هر آن چیزی که برای بندگان الله میگوییم خودمان انجام نمیدهیم. این یقین داشته باشیم که یک نفر هم توسط ما هدایت نمی شود. پیام من برای دعوتگران این می باشد که ای بندگان الله، ای داعیان الی الله، از جمله خود بنده حقیر، تا هر زمانی که خود شما به اون حرفی که برای بندگان الله میگویید عمل نمی کنید، هرگز نگویید. مسئولیت شما سنگین‌تر می شود، پرسان شما به نزد الله سنگین‌تر می شود. بیاییم اول خودمان عمل کنیم، جامعه عمل بپوشیم، تقوار پیشه بنماییم، بعد بندگان الله نصیحت بکنیم، بعد بندگان الله امر بالمعروف و نهی از منکر بکنیم. خود ما برای خرافات و بدعات و کجیها و بالاخره به نحوی به فساد و گناه گرفتار هستیم، ما بندگان الله نصیحت میکنیم.